صبحتون بخیر باشه. داریم راجع به اسباب بازی و بازی‌های فکری و کلاً صنعت تفریحی برای بچه‌ها صحبت می‌کنیم و اینکه چقدر این روزها جای توجه ویژه ما به بچه‌ها خالیه. آقای سلطانی عزیز، تولید کننده اسباب بازی، سلام، صبح بخیر. سلام، عرض ادب، صبح بخیر. خیلی ممنون از دعوتتون. یه موضوعی که خیلی از کرونا برای بچه‌های ما خطرناک‌تر هست، همون کم تحرکی و استفاده افراطی از محصولات دیجیتال هست. این آگاه سازی میتونه مسیر زندگی بچه‌ها رو تغییر بده. که گل بود به سبزه نیز آراسته شد، یعنی الان تمام آموزش هم دیگه شده مجازی. اگر این کم تحرکی و استفاده افراطی کنترل نشه از محصولات دیجیتال، قطعاً به سلامت جسم و روان بچه‌ها آسیب جدی می‌خوره. امروز اگه کسی بخواد یک فروشگاه اسباب بازی راه اندازی کنه، باید بره از اتحادیه خرازی مجوز بگیره. تولید کننده ها که غالباً مخصوصاً تو رسته پلاستیکی باید از اتحادیه نایلون و پلاستیک مجوز بگیرن. چیزی به نام اتحادیه و صنف نداریم. یکی از زود بازدهترین صنعت‌ها در همه جای دنیا همین اسباب بازیه. بله. شما توی یک کشور اروپایی هم سرمایه گذاری کنید، اصل سرمایه‌تون خیلی زود برمیگرده. تو ایران شرایط بهتره، برای اینکه خانواده‌های ایرانی ارزش بیشتری به بچه میدن. آقای سلطانی، وقتی که بچه‌ها داشتن اینا رو میچیدن قبل از شروع برنامه، من رفتم روی این ترامپولین و پریدم قشنگ. عالیه، محشرت. اصلا برام مهم نبود بچه‌ها داشتن فیلم میگرفتن، شوخی میکردن با هم و واقعا داشتم لذت می‌بردم. چی میشه که ما به خودمون بعضی وقتا این اجازه نمیدیم که کودک درونمون این بازی رو انجام بده و به طب قطعا در آینده بچه‌هامون هم اجازه نخواهیم داد. امروز بچه‌ها رو مبل و صندلی تو خونه میپرن بله. و انرژیشون تخلیه میشه و متاسفانه همونجوری که شما گفتید، یه بچه‌ای که خیلی آرومه، یه تبلت، یه تلویزیون، یه سی دی مادر پدر برای اینکه خیالش میگیم چقدر ماشاءالله بچه خوبیه، اون بچه مریضه. من یه کسی رو دیدم 5 تا کتاب، مؤلف 5 تا کتاب اسم نمیتونم بیارم و فرزند 3 سالش رو مجبور کرده که خوندن یاد بگیره. ما چرا باید حق بازی کردن رو از بچه‌ها بگیریم به جاش یه چیزی دیگه که تو 3 سالگی به دردش نمیخوره رو به خوردش بدیم؟ ما بحث ترینرز یعنی آموزش دهنده ها رو تو یونسکو داریم مطرح میکنیم، چون بیشتر آموزش هایی که در کشور ما هست متاسفانه اشتباهه. خیلی چیزا عوض شده. انسان ها نابغه متولد میشن، در اثر گردش زمان و محیط تبدیل به آدمای معمولی میشن. یک رفتار غلط پدر، مادر، مربی، معلم میتونه سرنوشت یه بچه رو به نابودی بکشونه. به زور شغل برای بچه‌ها انتخاب میکنیم. خیلی از ماها قربانی این ماجرا هستیم. اون موقع درس خوندن و رتبه اول کنکور بودن و اینا خیلی امتیاز بود. اما آیا واقعا ما دهه 60ها الان حال خوبتری داریم؟ خیر. امروز از نگاه یونسکو سواد فقط خوندن نوشتن نیست. ما تو 12 سال مدرسه و دانشگاه چند درصد به دردمون خود اون چیزایی که یاد گرفتیم؟ تو هر خانواده‌ای پدر و مادر حاکم خونه است. بی نهایت سلیقه متفاوت. همش که نمیتونه درست باشه. یه مقدار فکر کنیم شاید کاری که ما داریم میکنیم اشتباهه. گاهی اوقات ما 10 سال بعد متوجه میشیم. یه حرکت غلط ممکنه سالها بعد خودشون نشون بده. بچه‌ها اسباب بازی نیستن. ما نمیتونیم بگیم خب حالا میبریم تعمیرگاه درستش میکنیم. دیگه سرنوشتش تغییر پیدا کرده. اولین قدم اینه که باور کنم که اون چیزی که دارم فکر میکنم شاید اشتباه باشه. این نظریه و تئوری شکست قطعیت اینه که بگی اون چیزی که فکر میکنی رو فکر کن که شاید اشتباه باشه، به راههای درست‌تر دست پیدا میکنید. اسباب بازی الفبای زندگی بچه‌هاست.